دوستان عزیز سلام، وقت همه شما بخیر. امید که جور و صحتمند و سر حال باشین. باز هم خوش آمدین در یکی از آموزش های برنامه ورد 2024 یا 2025. امیدوار هستم که بحث های قبلی را به سلسله برنامه هایی که ما با هم دیگر داشتیم به صورت دقیق دنبال کرده باشین و امروز در رابطه با بخش استایل با هم دیگه بحث و گفتگو داریم. شما سند ها و یا در اسناد و دیزاین ها متن هایی که شما دارین در اونجا یک سری استایل ها و دیزاین ها استفاده میشه که شما یک بار روی متن خود را اعمال میکنین یا روی دیزاین خود در سند ورد، بعد ده ها بار از او استفاده میکنین. چرا که شما نیاز نیست دیگه حالا بیاین مثلا هدینگ بندی بکنین در هر بار در متنهای خود، یا مثلا فونتش را هر بار اعمال بکنین، اندازه فونت، عناوین، مثلا لیست ها و دیگه موارد. یک مثلا لیست هایی که مثلا ما در متن های استفاده میکنیم، حالا میتونه که اینا رو شما کستوم بکنید، ولی در کل اعمال فونت، اندازه فونت، عناوین اندازش چقدر باشه، اینا از مواردی هست که شما میتونید یک استایل پیشفرض در بخش استایل برای خود به صورت کستوم بسازین و ده ها بار از این چیکار بکنین، استفاده بکنین، که بسیار از حائز اهمیتی بالای برخوردار است. خب من محمد عارف رضوان پناه در این بخش با شما هستم. امیدوار هستم که برایتان این بحث جذاب و دیدنی باشه. اگر برای بار اول است که کانال ما را سر زدین، ویدیوهایش رو میبینین، لطفاً ویدیو را لایک بکنین، کانال را سابسکرایب بکنین. ما قصد داریم در این کانال مجموعه بزرگی از ویدیوهای آموزشی دوره ICDL و مهارت‌های کامپیوتری و در بخش‌های هوش مصنوعی AI و موارد دیگر برایتان تولید محتوا بکنیم و نیاز به حمایت گسترده شما عزیزان داریم. خب بریم سراغ بحث خود. ببینید دوستا، ما در روزی قبلی در پاراگراف یک سری بحثایی را داشتیم. ما حالا آمدیم در رابطه با چپچین، راستچین، استایل گروپ ها، مثلا حالا در متن فارسی و انگلیسی مثلا حالت های لفت و رایت داریم که کرسر ما مثلا وقتی میخواهیم که یک متن رو تایپ بکنیم در حالت لفت باشه، یعنی برای متن انگلیسی، یا حالا برای متن فارسی از راست به چپ. اینا رو ما بحث کردیم و حالا میاییم تقریبا 60% از کارهایی را که در جلسه بعدی ما و شما روی از اینا کار کردیم را میاییم در این ویدیو اعمال میکنیم و برای خود یک استایل میسازیم. چطور؟ فرض کنین که ما میاییم در این قسمت میگیم که این یک هیدینگ یک باشه. ببینین هیدینگ ها دوستا برای کجا به درد میخوره. معمولا هیدینگ ها را برای کانتنت آف تیبل یا فهرستی از هر سندی باشه، مقاله باشه، کتاب باشه یا هر چیز دیگه باشه، یک ژورنال باشه، برای از او استفاده میشه. مثلا فرض کنید من همین نمونه متن تمرینی بدری را برای ورد 2024 هیدینگ یک میگیرم، یک متن ساده گرفتیم و میایم از قسمت فونت، میایم فونتی مثلا بی تیتر را برای اعمال میکنم و در اینجا میایم در قسمت هیدینگ یک مثلا ایره هیدینگ دو میگیرم. فرض کنید هیدینگ دو ایره فونت بی نازنین را چیکار میکنم برش، در این قسمت میایم فونت بی نازنین را برش اعمال میکنم و بولد هم میکنم میره. و بعد میایم این متنای دیگر را بدون بولد بی نازنین یا مثلا فونت وزیر را میگیرم و برای اینی قسمتایش که مثلا حالا بخشی چیزای دیگه است، فرض کنین هیدینگ دو رو میگیرم. حالا هیدینگ دو رو ما گرفتم، اتومات هر هیدینگ رو شما اضافه میکنین، ورد اتومات یک هیدینگ دیگه رو براتون اضافه میکنین. هم بولد میگیرم و حالا فرض کنین این را هیدینگ مثلا دو میگیرم، هیدینگ دو، این را هیدینگ سه میگیرم و در اینجا که داریم هیدینگ 4 و این هم میایم چیکار میکنم، بولد میکنم و از اینجا میایم هیدینگ 4 میگیرم و این از هیدینگ 4 دوستان میایم رویش هم یک از فونت وزیر را رویش اعمال میکنم دوستان، فونت وزیر، و در اینجا مثلا ایران برش فونت وزیر را اعمال میکنم، در اینجا تایپ میکنم که وزیر و مثلا حالا لیست ها را برش چی میکنم، ایران میگیرم هیدینگ 5 و ایران نشان میدم برایتان که هیدینگ ها مثلا چی کاربرد داره دقیقاً. و ایران میگیرم که هیدینگ 5 را اصلا فونت نمیدم، یک بولد میکنم و اینا رو مثلا میایم برش یک حالا فونتی اگر از اینجا پیدا نشد میتونیم که از این لیست چیکار بکنیم،
انتخاب بکنیم و کنترل بی بولد. حالا ما اینجا یک متن را دیزاین کردم دوستا، میخوایم اینمی دیزاین خود را برای دایم داشته باشیم. باید سیو بکنیم. چیکار میکنم؟ میایم در قسمت create style و اینجا یک استایل میگیرم برای مثلا میگیرم امیر در فارسی نوشته میکنم برای متنهای فارسی. خلاص و در اینجا بیاین دوستا که میبینین اینجا ما یک استایل دارم که نوشته است برای متنهای فارسی. ما هر وقتی بخوایم یک متن فارسی را برش یک نوع استایل ها را اعمال بکنم، اتومات میایم امی استایلی که برای خود ذخیره کردم دیگه نیاز نیست که این پروسه رو ما وقتی انجام دادم دوباره باید تکرار بکنم، چون یک اضافه کاری، یک خلاصه یک وقتی اضافه ما روی متن نمیخوایم چی بکنم مصرف بکنم و به سادگی میتونم از روی استایل استفاده بکنم متن خود را مثلا ما ذخیره. ولی اگر ما خواسته باشم که حالا یک سری تغییرات را بیارم یا فرمت را از روی پاک بکنم، میتونیم با سادگی بیایم اینی هدینگ را مثلا چیکار بکنم پاک بکنم. اول ما چی کار میکنم؟ امی هدینگ هایی را که اعمال کردم کاربردش براتون نشان میدم. البته ما در آینده ها بسیار به یک پروژه بالا کار میکنیم، در آخر یک متن را دیزاین میکنیم کلش، مثلا حالا سیکشن، هیدینگ، نفهم لیست و همه چیز مثلا یک کتاب واقعی شما دیزاین میکنید او رو ما کار میکنیم. ولی فعلا میایم در بخش رفرنس در کانتنت اف تیبل ما اینجا داریم انواع کانتنت اف تیبل یا منوال تیبل ها را ما داریم. این اتوماتیک است، اینا اتوماتیک خودش میشناسه. ولی اگر شما خواسته باشین به صورت کاستوم از کاستوم استفاده میکنین که خودتون را انتخاب بکنین، من میگم از این اتوماتیک تیبل 2 استفاده میکنم. ببینید به این صورت است. اگر شما خواسته باشین که به صورت یک فهرست واقعا عمل بکنین، فرض کنین که ما ایرا میتونم که از همینجا یک پیج بریک دیگه در اینزرت بروم و اینجا بگیرم پیج بریک و این در صفحه پیج بریک ببینین که متن ما از لفت تو رایت است. من میخوایم که را چیکار بکنم؟ رایت تو لفت بکنم. کنترل ای میگیرم ایرا، البته این کلی متن انتخاب شده، ما فقط یک سلیکت است. میره در چی میایم؟ در مینوی هوم در اینجا ایرا چی میگیرم و همو چیدمانش هم به طرف راست میارم و ایرا کلن در اینجا میگیرم، فقط یک بخشش اینال درست شد. ببینین اینال اینی چی شد؟ مثلا در جای از اینجا میگذارم که فهرست نه همین سادگی و ایرا هم چیکار میکنم؟ به طرف راست انتقال میتونم. ببینین دوستان هیدینگ را که ما در اونجا معرفی کردیم همگی مثلا به همون سبک، مثلا این هیدینگ 1 شد، این هیدینگ 2 شد و این هیدینگ 3 کلا چی شد؟ اینجا به همین سادگی معرفی شد. و اینی کاربرد چی بود دوستان؟ کاربرد های هیدینگ بود. حالا ما میایم روی از این بحث میکنیم که حالا فرض کنیم ما می هیدینگ 4 را میخوایم که فرمتش را پاک بکنیم. چی میگیرم؟ کلیر فرمت. اتومات چی شد؟ با مو چی استایل اولی خود تبدیل شد. ما اگر خواسته باشیم که یک سری استایل ها را روی انمیزی دیدین که ما او را دوباره به حالت اولیش میبینیم و اینی استایلی که ما ذخیره کرده بودم روی از اعمال کردم دوباره به حالت. ما اگر خواسته باشیم که انمی استایل را اپلای بکنم بسیار با سادگی میتونم روی یک متن اول متن خود را فرض کنیم که ما میایم متن در پایین دارم، در اینجا اینی را انتخاب میکنم دوستان، دقیقاً کپی از اون متن بالاست دوستان. اینی رو انتخاب میکنم و میایم چیکار میکنم؟ از قسمت اپلای استایل اینجا کلیک میکنم و این رو گفته که ریپلای، من میگم بله، یا مثلا این رو میگذارم حالا استایل 2 یا هر چیزی دیگه، یا مثلا میگم که همون رقم باشه میگیرم اپلای. ببینید دوستان یک مشکل اینجا هست که این نمیدونه تشخیص بده کلش رو مثلا روی یک هیدینگ چیزی مثلا اعمال میکنه برش. ولی شما میتونین که برای هر بخش مثلا یک استایل رو اعمال بکنید. فرض کنید که میگین هیدینگ 1 دقیقاً همونطور که اینجا هیدینگ 1 تا 5 است یا تا 6 است، شما میتونید برای هر هیدینگ خود مثلا هیدینگی که عنوان کلان است فونتش 18 باشه و اندازه مثلا بی تیتر باشه همونطور که ما در اینجا انتخاب کردیم. ببینید و این اندازه چند است؟ 20 است و اندازه فونتش هم بی تیتر است و نوع فونتش را میبینیم که چی است؟ نازنین است. و همونطور شما میتونید برای هر کدام از این عناوین یک استایل تعریف بکنید که میتونید همون استایل را برای عناوین خود اتومات انتخاب بکنید و روی از اعمال شود. و این کار هم که شما اپلای استایل بگیرین
میتونه شوه، ولی فقط یک نوع استایل روی کل متن شما اعمال میکنه و تشخیص داده نمیتونه که حالا کدام از هیدینگ است و کدامش هم، به صورتی که شما خواسته باشین یک دونه هیدینگ به صورت پیشفرض با متن فارسی یا انگلیسی چی بکنین تعریف بکنین. و در قسمت اپلای استایل اگر بیاین در اینجا میتونین روی مودیفای، اگر ببینید دوستان روی مودیفای وقتی کلیک بکنین شما ایره میتونین که از اینجا تغییرات دیگه را بیارین روی ازمی استایل را که میخواین ذخیره بکنین، مثلا اتوماتیک اپدیت باشه، چیک را که بگذارین، هر تغییراتی که بیارین اتومات در استایلی که ذخیره کردن برای زو تغییرات میاد. مثلا حالا در اینجا فونتش را تغییر میدین، اندازه فونتش را بولد، ایتالیک و مثلا چپچین، راستچین، سنتر، لفت تو رایت، مثلا حالا اسپیس و موارد دیگه ای را که در این وجود داره و فرمتش مثلا فونتش باشه، پاراگراف، تب، باردر مثلا داشته باشه نداشته باشه، میتونین که از اینجا باردر برش از هم سند خود انتخاب بکنین و ده ها مورد دیگر را میتونین از قسمت فرمت برش اعمال بکنین. و از اینجا مثلا شما میتونین که آل اسکریپت بگیری یا لاتین، میگه انیمی فرمت را که شما ذخیره میکنین برای لاتین باشه یا آل اسکریپت، شما میتونین آل اسکریپت هم بگیرین، ولی بهتر امی است به صورت دیفالت باشه و خودتون باز چپچین و راستچین را برای هر متن تغییر بدین. و کل از این مورد در بخش مثلا مودیفای استایل این از کجا ما آمدیم، فقط در این قسمت وقتی شما میگیرین اپلای استایل دوستا، در قسمت استایل در اینجا میگیرین اپلای استایل مودیفای میای اینی بخش کسا چی است برایتان باز میشه که شما این بخش می داشته باشین و روش تغییرات میارین. خب و یک موضوع دیگه ای که در اینجا بود دوستا ما داریم به نام نو اسپیسینگ بود. نو اسپیسینگ به این معنا دوستا که هر قدر اسپیسی که در متن شما باشه اسپیساش کلا حذف میکنه. او اسپیس در کجاست دوستا؟ شما مثلا میایین میگین اد اسپیس بیفور و یا مثلا اد اسپیس افتر، اینیا رو وقتی شما روی متن اعمال میکنین ورد آمده یک مطلب رو میگه خوب نمیشه که هر کس بیای خط به خط اسپیس ها حذف بکنه. یک بخش آورده به نام نو اسپیسینگ، وقتی تو روی ازی کلیک بکنید اتومات هر چی اسپیس است از متن تان چیکار میکنه؟ پاک میکنه. و در این قسمت دوستا اگر ببینین یک فلش چی است، یک فلش خورد است، شما میتونید از این قسمت به تنظیمات کلی بخش استایل دسترسی داشته باشید. ببینید همون چیزی که ما تازه پیشتر براتون گفتم، بخش مودیفای و مثلا پاراگراف فرمتینگ، فونت فرمتینگ، بولت نمبرینگ و همه چیزهایی که شما میخواهید در اینجا کلی استایل ها که هست فرمت و یا عمو تنظیماتش وجود داره. شما هر تنظیمات رو خواسته باشین از این بخش از این علامت فلش که طرف پایین هست میتونید انتخاب بکنید. خب بسیار دوستا، خب بسیار خوب دوستا، این خلاص درس امروز بود. امیدوار هستم که بتونید از بخش فرمت تمام فرمت ها را بر متن های خود اعمال بکنین و همچنان استایل چی بود با هم دیگه کار کردیم که هیدینگار چطور اعمال میکنین، چطور استفاده میکنین و کاربرد هیدینگا چی است. و اگر خواسته باشین شما به صورت دسته جمعی اسپیس ها را از لاین ها و از پاراگراف های خود حذف بکنین از کدام گزینه استفاده میکنین. امیدوار هستم که برایتان این مطلب مفید بوده باشه و بتونید شما از این به صورت درستش استفاده بکنین و متن‌های بسیار مقبول و جذاب را دیزاین بکنین. و اگر برای اولین بار هست که کانال ما را سر میزنین، ویدیوهایش رو میبینین، اگر ویدیوها مورد تاییدتان هستن لطفا کانال ما را سابسکرایب بکنین، ویدیو رو لایک بکنین تا برای افراد بیشتر پیشنهاد بشه و این ما را کمک میکنه که به محتوای بیشتر و هر روز با انرژی قوی‌تر در خدمتتان تولید محتوا بکنیم. بدرود، روز خوشی داشته باشین.